محل رویداد. نیروهای امنیتی 15 ساعت پس از رویداد هم در حال کار روی محلند و به کس اجازه نزدیک شدن نمیدهند. شام گذشته یک موتر لاری پر از بم را در اینجا انفجار دادند. هدف همین کمپ خارجی ها گفته شد، اما بر بنیاد گفته های مسئولان کمپ و وزارت امور داخله در میان تلفات یک کارمند این کمپ هم نیست. اما بر بنیاد آمار رسمی در پی این رویداد 4 تن جان باخته و 114 تن دیگر زخمی شدند. شامل 4 شهید است که شامل 2 محافظه کمپ میشه، 1 پلیس مربوط به محافظت گمرکات هست و 1 ملکی است و 114 مجروح داره که در جمع مجروحین 24 تنش اطفال است و 14 خانم است و متبقی مرد است که همگیش ساکنین این محل هستند. زاکر نمونه ای از جان باخته های این رویداد است. تازه ازدواج کرده بود و برای رفتن به دانشگاه هم آمادگی می گرفت. 2 ماه از عروسیش میشه. شهید از دیگه، اینه برای مراسم جنازه مردم آمدن که جنازه. در دور و بر محل خانه های مسکونی نیز جا دارد و بیشتر کسانی که زخمی هم شدند در پی ریختن شیشه و دیوار خانه زخمی شدند. من تیر شدم که مسافت ما بسیار کم بوده که از این موتر این چیز دیگه یک وادر سر مک لنبه خیست، اما من سر باسکیل بودم، باسکیل از زیر پای من نمیفهمم که باسکیل کدام سوفتید. در کنار تلفات ملکی این رویداد خساره های وحشتناکی نیز در 4 طرف محل بر جا گذاشته است. در نزدیکی ها هیچ چیزی در برابرش سلامت نمانده و تا 1000 متری هم خساره های بر مردم وارد کرده است. آن شمار باشندگان محل که از انفجار جان به سلامت بردند حالا زیر تهدید فقر و زمستان سردند. مردم ناتوان از قریه میال، مردم نان خوردن خود نداره، بازی خانه خود چطور کنه، مردم پیسه پلاستیک نداره، روز مردم خراب است، کل بیکار است. طالبان مسئولیت این رویداد را به دوش گرفتند و گفتند که 10 کارمند این کمپ را کشتند، آنچه که از سوی مسئولان امنیتی و این کمپ رد شده است. وزارت امور داخله گفته است که در مورد این رویداد بررسی ها را آغاز کرده است. تاکنون 10 ها رویداد خونین اینچنینی در کابل رخ داده است، اما با هر انفجار خونین تازه داغ انفجار پیشترش فراموش می شود. آنچه اما پس از هر رویداد برجا می ماند چشم های نگران است که به سوی بیرون از خانه و آینده کشور خیره می شود.